بیمار عزیزمون یه خانم 65 ساله هستن، میخوایم براشون جراحی بایپاس انجام بدیم. خیلی وقتا شما از آمبولی ترس دارید. نگاه کنید، آمبولی به راحتی پیشگیری میشه. که از مهمترین چیزاش این جورابای آنتی آمبولی زیر زانوه که خودش یه فشاری روی پا و عروق پا میاره و باعث میشه خون پمپ بشه و خون لخته نشه. مهمتر از این راه رفتن شما بعد از عمله. ببینید 20 روز اینا باید پاتون باشه. توی این 20 روز توی زمان بیداری 2 دقیقه کوچولو راه برید که این عضلات منقبض بشه و خون رو از سیاه رگ‌ها پمپ کنه بیاد بالا. البته آمپول ضد آمبولی هم که حالا اون انوکساپارین هست براتون تجویز میکنیم. احتمال آمبولی بسیار کم، شاید هر 2-3 هزار نفر یه نفر باشه و اگر هم اتفاق بیفته به راحتی با داروی تزریقی درمان میشه. مهم اینه که زود تشخیص بدیم.